سلام به تکتولرم، خوش اومدید. تو این ویدیو یه آموزش جذاب در مورد قابلیت‌های اصلی نانو بنانای پرو داریم. پس همین الان کانال رو سابسکرایب کن و ویدیو رو لایک کن تا پر انرژی آموزش رو شروع کنیم. سلام. خب توی این ویدیو میخوام قابلیت‌های نانو بنانا رو در نسخه پرو بررسی کنیم. ویرایش محاوره‌ای برای ادیت تصویر از طریق یک گفتگوی پیوسته، توانایی بصریسازی داده‌ها و تبدیل اطلاعات متنی به نمودارها و تصاویر مفهومی، یعنی همون اینفوگرافیک، و نگارش صحیح متن در داخل تصاویر شامل زبان فارسی. خب یکی از اصلی ترین ابزارهایی که برای تکنولوژی نانو بنانای پرو میتونیم ازش استفاده کنیم جمنای گوگل هست که من میخوام از همین جمنای امروز استفاده کنم. همونطور که گفتم نانو بنانای پرو انقلاب بزرگی تو ادیت عکس و فیلم و تولید محتوا ایجاد کرد و یکی از مهمترین ویژگی های نانو بنانای پرو قابلیت ویرایش محاوره‌ای برای ادیت تصویر هست که میخوایم امروز واقعی تست کنیم. من جمنای رو با اکانت گوگل خودم باز کردم و یه تصویر رو وارد کردم، یه تصویر از خودم، و اینجا نوشتم که بک‌گراند این عکس رو حذف کن و بعد یه فضای مدرن توی بک‌گراند بذار و یه کتابخونه و یه گلدون بزرگ با برگای پهن سبز برای تصویر من بذار. من برای اینکه ویدیو سرعتش تندتر باشه این پرامپت‌ها رو قبلا نوشتم و وارد کردم تا بتونیم آموزش رو با یه روال تندتری پیش ببریم. خب من این پرامپت رو وارد کردم، تصویر خودم آپلود کردم و اینجا دل رو روی نانو بنانا گذاشتم و میبینین که خروجی برای من یک کتابخونه و یک گلدون اینجا ایجاد کرده و به راحتی برای من بک‌گراند رو عوض کرده. توی مرحله بعدی ویرایش محاوره‌ای همین تصویر رو میتونیم باز بگیم که ادیت کنه و ما تغییر بده. من توی این مرحله گفتم میزی که اینجا زیر دست من هست میزو چوبی کن و برای من به راحتی این کار رو انجام داده. مثلا گفتم که یه تغییر تو چهره من ایجاد کنه، چهره‌مو خندون کن و این کار رو انجام داده. و همین طور که میبینین همون ویرایش محاوره‌ای که به راحتی ما یه درخواستی داریم و روی عکس قبلی میاد و اونو اعمال میکنه، من مرحله انجام دادم و اون برای من جالب تصاویر رو ایجاد کرده. توی مرحله گفتم عکس من رو توی یک رستوران سنتی بذار و میبینین که تصویر زیبایی ایجاد شده توی یک رستوران سنتی. تو مرحله بعدی من یه عکس جدید اینجا بارگذاری کردم از این قسمت، از قسمت آپلود فایل با همون مدل نانو بنانا، و من گفتم که یک پورتری استودیویی از من بساز که میبینین که این خب این عکسه، تولید این عکسه در واقع یک عکس خیلی پرکاربردیه و میتونیم تو جای مختلف ازش استفاده کنیم و برای من نورپردازی و بک‌گراند رو استودیویی کرده. مثلا گفتم یه پورتری پرسنلی بساز که در اینجا اومده برای من میزو حذف کرده، تصویر بسته تر کرده و کلن بک‌گراند رو حذف کرده که من میتونم برش بدم و مثلا قسمت صورت خودم رو بذارم و از این به عنوان یک عکس پرسنلی استفاده کنم. خب در ادامه همین ویرایش محاوره تصویر من اومدم یک عکس جدید بارگذاری کردم که تستای جدید بگیرم. تو این تصویری که بارگذاری کردم اینجا گفتم که لباس این مرد رو نارنجی کن و میبینین که برای من این کار رو انجام داده، خیلی واقعی و درست تشخیص داده. و مثلا گفتم که دست مرد یک کیف چرمی قرار بده که خیلی تمیز و درست این کار رو انجام داده. تو مرحله بعدی گفتم تصویر رو به روز رو به شب تبدیل کن که میبینین که خیلی قشنگ اومده اینجا یه نورایی روشن کرده و گذاشته و عکس رو یکم حالت روزش رو تیره کرده و به شب تبدیل کرده که تقریبا با یه کیفیت خوبی این کار رو انجام داده. خودتون میدونین که قبلا برای انجام این کارا و این ادیت ها باید کلی وقت میذاشتیم و هیچ وقت به این واقعی و تمیزی کار در نمی اومد، اما
الان با ابزارهای هوش مصنوعی میتونیم به راحتی این کار رو انجام بدیم. بعدی گفتم بک‌گراند عکس رو دیوار چین بذار که این کار انجام داده، ولی این میله های فلزی مثلا همین جلو حذف نکرده. حالا من تو بعدی گفتم میله های تو تصویر رو حذف کن، مرحله بعدی که مثلا برای من اینطوری انجام داده که خب خیلی واقعی و درست نبوده، ولی تا یه حد خوبی قابل قبول هست. و من خواستم یه تستی بگیرم برای مورد سوم که گفته بودم نوشتن دقیق تصاویر در تصاویر به زبان فارسی. گفتم روی عکس بنویس تکنولرن، که خب میبینین اینو خوب نتونسته در واقع درست تشخیص بده و یک نوشته ناخوانا و الکی و اشتباهی برای من تایپ کرده. خب من یه نیو چت باز کردم تا یک تست جدیدی رو بگیرم. یکی دیگه از کاربردهای اصلی نانو به نانوی پرو، یعنی یکی از کاربردهای مهمش، میتونیم برای بازسازی عکس‌های قدیمی از این مدل نانو به نانوی پرو استفاده کنیم و عکس‌های قدیمی که نور درستی نداره و حتی سیاه سفیده میتونیم رنگیشون کنیم و با یک کیفیت خروجی 4K بگیریم از عکس‌ها و تصاویر. من اینجا یک عکس قدیمی رو بارگذاری کردم و با مدل نانو به نانوی پرو اومدم یک پرامپت دقیق نوشتم که چه کاری انجام بده که تصویر رو 4K کنه، فوق‌العاده واقع گرایانه و رنگامیزی طبیعی، کل تصویر رو ترمیم کن از جمله پارگی‌ها، خراش‌ها، نواحی از دست رفته، نویز و وضوح پایین بدون اینکه نسبت ابعاد اصلی قاب‌بندی، حاشیه‌ها یا چیدمان رو تغییر بدیم. خب این پرامپت من یه پرامپت خیلی کامل و در واقع با جزئیات نوشتم که این تصاویر رنگی بشه و چیزی از در واقع از جزئیات در تصویر از دست نره و اینو من ران کردم و میبینین که یه خروجی خوب و با کیفیت به من داده که میتونیم تمام عکسای قدیمیمون رو با این پرامپت بازسازی کنیم. حالا اینجا میبینین که توی تصویر خیلی از لباس‌ها رو اینطوری آبی کرده و ما اگر که این پرامپت رو انگلیسی بنویسیم یه خروجی بهتری میده. توی پرامپت‌های طولانی بهتره که از زبان انگلیسی استفاده کنیم و یک نتیجه بهتری رو میگیریم. من این دفعه همون پرامپت رو اومدم ترنسلیت کردم و گفتم که به انگلیسی تبدیل کردم و همین تصویر رو با یه پرامپت معادل انگلیسیش دادم که میبینین این دفعه خروجی رنگ ها و تصویر من یه کیفیت بهتری رو داره. بنابراین اگر که میخواین خروجی بهتر و دقیق‌تری رو بگیرین، از پرامپت‌های انگلیسی استفاده کنین، خیلی در واقع خروجی بهتری رو میگیرین. این دفعه اومدم یه پورتری کوچیک با یه عکسی که نور بدی داره، خط خوردگی داره، خراش داره، همون پرامپت انگلیسی رو دادم برای این عکس و میبینین که با یه کیفیت خیلی خوبی برای من عکس رو بازسازی کرده. یکی دیگه از کاربردهای در واقع خیلی مفید که میتونیم از نانو به نانوی پرو استفاده کنیم در عکاسی محصول هست که میتونیم برای تبلیغات استفاده کنیم و از طریق اون کسب درآمد کنیم. من اینجا اومدم برای نمونه که آموزش بدم گفتم یه عکاسی محصول حرفه‌ای میخوام، مثلا از شامپو گلرنگ، و اون میبینین که برای من با در واقع یه تصویر خیلی خوب، نسبتاً خوب، قابل قبولی رو برام ایجاد کرده. عکس شامپو رو گذاشته، گل اطرافش و آب و تراوت و اینها که خب میتونیم مثلا جنریتورهای مختلف بگیریم، پرامپت دقیق تری بدیم که میخوایم فضا چجوری باشه، تو طبیعت باشه و یک جزئیات دقیق تری رو بدیم که به خروجی که میخوایم نزدیک تر باشه. حالا من این به عنوان جنریت اولم و همینطور که میبینید خیلی جزئیات ننوشتم، یه عکس در واقع بدی نبود. مثلا اومدم در ادامه گفتم که همین محصول دست یه پسر بچه باشه که داخل حمامه و داره سرشو میشوره که خب میبینین به من با این پرامپت خروجی نداده، چون گفتم داخل حمام و اینها
این امتناع کرده و تصویر نداده. به خاطر من اومدم عوض کردم و یک در واقع برای یه نمونه دیگه گفتم یه خانوم که داخل آشپزخونه مدرن داره با روغن لادن آشپزی میکنه. میگم از این در واقع عکاسی محصول و برای مثلا تبلیغات، فیلم ویدئوی تبلیغات میتونیم استفاده کنیم که من فقط میخوام به شما ایده بدم و کاربردهای مختلف رو بگم از نانو به نانا که بتونین ایده بگیرین که اگه یه خورده خلاقیت رو چاشنی کارتون بکنین میتونین خیلی استفاده های کاربردی و مفیدی از نانو به نانای پرو بکنین و به راحتی از این طریق کسب درآمد کنین. این پرامپتی که من گفتم میبینین که این تصویر رو برای من ایجاد کرده که اینجا روغن رو گذاشته و این خانم که داره آشپزی میکنه. من میتونم از همینجا این تصویر رو خروجی بگیرم، دانلود کنم و مثلا از طریق گوگل فلو که قبلا من آموزشش رو گذاشتم این تصویر رو بیام به ویدیو تبدیل کنم و مثلا یک ویدئوی تبلیغاتی مثلا چند ثانیه‌ای و ویدئوی تبلیغاتی ایجاد کنم برای روغن لادن که خب میبینین که خیلی در واقع آموزش کاربردی هست برای کسب درآمد. در ادامه مثلا گفتم یک عکس عکاسی محصول هم از روغن لادن برام بذار که خیلی قشنگ و کاربردی برای من این کار رو انجام داده. خب قابلیت دیگه‌ای که من برای نانو به نانای پرو گفته بودم ایجاد تصویر اینفوگرافی هست که نانو به نانای پرو ادعا کرده که این کار رو خیلی در واقع با کیفیت خوبی برای ما انجام میده و من اومدم برای فارسی، زبان فارسی این تست رو گرفتم و تا یه حد زیادی با نوشته های فارسی برای من این کار رو خوب انجام داده و میگم اگر جنریت های مختلف بگیریم شاید بتونیم که یک تصویر خیلی درست و کامل تولید کنیم و اینو بعد هی جنریت های مختلف بگیریم تا به خروجی که مد نظرمونه برسیم. من اینجا گفتم یه تصویر اینفوگرافی میخوام برای دسته‌بندی مثلا غذاهای گرم و همینطور که میبینین خیلی من با همون متن کوتاهی که نوشتم برای من این تصویر رو ایجاد کرده و دسته‌بندی کرده خورش‌ها، سوپ‌ها و آشا، خوراک و کوکو و برای هر دسته‌بندی که در واقع انجام داده اینجا با تصاویر برای من با همون چند کلمه توضیحی که نوشتم تقریبا یه تصویر قابل قبول و خوبی آورده و نمونه‌های غذاها رو تو هر دسته‌ام برای من ایجاد کرده. و نوشته های فارسیش تقریبا خوانا و قابل قبوله، تا حد 90% اوکیه. تو مرحله بعدی مثلا گفتم یه تصویر اینفوگرافی میخوام، تستای مختلف گرفتم با دسته‌بندی ابزارهای مختلف هوش مصنوعی و انواع اونا با رنگای، میتونین رنگاشو بگین، میتونین دقیق‌تر، هرچه دقیق‌تر توضیح بدین در واقع بیشتر خروجی که میگیرین بیشتر به اون چیزی که میخواین نزدیک هست، با رنگ‌های آبی و سبز و بنفش. خروجی کار برای من این بوده که دسته‌بندی رو انجام داده به 4 قسمت با همون رنگایی که مد نظرم بوده، ماشین لرنینگ، بینایی کامپیوتر رو پردازش دادم. ولی اینجا می‌بینید که 2 تا تصویر رو عیناً تکراری آورده و اشتباه کرده که من در ادامه گفتم که دسته‌بندی تو درست کن تکراری و این دفعه این قابل قبوله و تقریبا هیچ اشتباهی نه تو نوشته ها و فونت ها داره و نه تو دسته‌بندی و یک اینفوگرافی دقیق و کامل برای من ایجاد کرده. خب امیدوارم که این آموزش براتون کاربردی مفید باشه و بتونین ازش استفاده کنین. اگه این آموزش جذاب رو دوست داشتی پس کانال رو سابسکرایب کن و ویدیو رو لایک کن تا آموزش‌های بعدی ما رو از دست ندی. ممنون که تا آخر این ویدیو همراه من بودین. خدا نگهدار.